خونه میفروشند به. ها میفروشن. ای خدا جان الهیم همین مردکه خونه نخرد. من اینجا دروازه خونه نه روی حولی سلام علیکم. ویلکم. این خانه حجیت داره؟ البته او چطور برار؟ خوب از سه طرف خانه منه 1 2 3 این خانه اکا برای ما ارزشش خیلی کلان خانه میراثی از بابام و به پدرم ماندگی از پدر به ما اکون چرا کنیم کودکا کلان شدن اگه خانه وسیع تر کشیدن در کار برای همی فروخته ایستادیم خب بیاید از اینجا سر کنیم اینجا خانه پدر زندگی میکردند حاضر اینی مرمت اکون جدا جدا زندگی میکنه. این خونه میفروشند به. ها میفروشن. من توی سالمون یاد میکنم. بیا ادعا میکنیم که همین مردک خانه نخره. بیا. ما رخسار تو هم دعا کن. ای خدا جان الهیم همین مردکه خونه نخرد. این ریدینکاشو گرفته ماندگی هوا خوب شب داد میمونه من اینجا حاجت خانه و حمام و این خیلی چیزا یه بار میبینید اکا ضرور نداره. من حاجت آکا. اکا خانه معقول شد. خوش فقط نرخش کمتر قیمت. اگر ارزان شود باز صحبت میکنیم. اکا اینجا مرکز شهر زمین قیمت لیکن مو نرخش با انصافانه مونده از این دیگر ارزان کاره نمیتونیم این طور باشه من باید با برادرانم مصلحت کنم. اگر معقول کردن من حتما به شما زنگ میزنم. اکا اگر خریداری انیق باشید $1000 کم میکنیم از این دیگه نمیشه معقول اکا. درست پس پیارو میارم. تمام خوش آمدید اکا. فهمت. شما انتظار از خانه برکه میابید خدا خواهد انتظار زنگ تا شیف همش از روی نقشه شما شد. آنها خانه رو فروختن. آنها نه تنها خانه بلکه پدر رو فروختند.